رئیس جمهور امامعلی رحمان به افتخار 9 می با همراهی پسرش رئیس پالاتای بالای پارلمان رستم امامعلی در باغ غلبه پایتخت گلچند برگذاشت. رحمان در برآمد خود قید کرد که جهان معاصر پس از غلبه بر فاشیسم به بلای نو، رادیکالیسم، اکستریمیسم، تروریسم روبرو شد. با گفته او باید علیه چنین تهدیدها دست جمعانه مبارزه برده شود. مبارزه علیه چنین تهدیدهای معاصر مناسبت جدی و مسئولیتناکی، سعی و تلاش مشترک و تدبیرهای هماهنگ شده تمام خلقها و دولت‌های جهان را تقاضا می‌کند، گفت او. مشاهدان قید می‌کنند که هر سال در تاجیکستان پس از روسیه مبالغه و فراخ‌شوی فعالیت‌های مربوط به نام روز غلبه به چشم می‌رسد. Мы делали и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших вооруженных сил. در روسیه اسلوب مذکور را کرمل برای متحد نمودن مردم سرشمار کشور در زیر پرچم وطندوستی و گذشته یگانه شوروی استفاده میبرد. در کشورهای آسیای مرکزی به نام پرستش غلبه برای تحکیم حکمرانی روسیه از بالای سابق مستملکه‌های خود استفاده میشود و ظالمان صادق تحت نظارت روسیه بوده کوشش میکنند که در تبلیغ این پرستش با یکدیگر مسابقه کنند. Атамбаев, Алмаз, как будто упрекает кого-то за то, что есть попытки забыть то, другое. Это тоже неуместное само по себе. مثلا سنه 8 می سال 2015 در نشست غیررسمی کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک پرزیدنت آن وقت قرقیزستان اتمبایف اظهار ناراضگی کرد که رهبران اتحادیه دولت‌های مستقل به جشن 9 می احترام نمی‌نمایند. در آن وقت حتی اسلام کریموف همتای خود را برای جد و جهد زیاد در این مسئله سرزنش کرده بود. Считает обязательным какие-то ритуалы, какие-то другие вещи. Очень приятно. Ваше мнение мы давно уже знаем. Так вот, я еще раз говорю, упрекать за эти вещи или где-то нравоучение читать на эту тему, я бы считал некорректным. کارشناسان قید می‌کنند که تاجیکستان هر سال با شرافت مقامات کشور و سازمان‌های جمعیتی تحت نظارت قرار داشته جشن 9 می را وسیع جشن می‌گیرند. این بار دیگر نشان می‌دهد که تاجیکستان به دایره تابعیت روسیه دارای فرهنگی تجاوزکار و سیاستی غاصب برمیگردد.